با سلام خدمت آقای لاهیجی، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. اولین سوالی که ازتون دارم، میخواستم سوال بکنم که نگاهتون در قبل از انقلاب به مقوله حقوق بشر چگونه بود و فعالیت‌هایی که در اون زمان کردین رو برای ما شرح بدین. خب بدون این که بخوام زیاد رود درازی بکنم، باید یه مقدار برگردم به عقب. یعنی که اصلا چگونه شد که اون مسائل اجتماعی برای من مطرح شد، که در ابتدا شکل سیاسی داشت، به خاطر اینکه نسل ما در اون برش تاریخی ایران بودیم که خود من موقعی که بچه بودم مقارن شد با نهضت ملی کردن صنعت نفت و روی کار اومدن دکتر مصدق و من کلاس اول دبیرستان بودم که کودتای 28 مرداد شد. بنابراین بچگی ما و دوران در حال نوجوانی ما با مسئله سیاست و ملی کردن و ضد استعمار و بعدم کودتا و این چیزا بود که خب یه ادبیات جدیدی رو به زندگی ما آورد بدون اینکه خودمون اینها رو جستجو کرده باشیم. خب خونه ما هم مرکز تهران بود، نزدیک چهارراه حسن آباد، که خیلی فاصله زیادی با خونه دکتر مصدق نداشت. بنابراین بیشتر تظاهرات در حول و حوش خونه ما بود. من یادم شب 28 مرداد بمباران خونه مصدق هنوز بعد از بیش از 50 سال صداش تو گوش من هست. و بعد چیزی که باز خیلی تو زندگی شخصی من تأثیر گذاشت محاکمه مصدق بود. اون زمان تلویزیون نبود، رادیو هم پخش نمی‌کرد، ولی از طریق چند هفته نامه‌ای که گزارش کم و بیش تفصیلی محاکمه رو میدادن، من محاکمه رو تعقیب میکردم. خواندنی ها، فکر میکنم روشنفکر، تهران مصور، اینا مجله هایی بود که خونه ما میومد، برای اینکه ما بچگی در حال در یه محیط فرهنگی خیلی غنی بزرگ میشدیم. و خب اونجا بود که اسطوره مصدق برای من تبدیل شد به یک اسطوره مظلوم، کسی که در حال مورد ستم قرار گرفته. حالا و از همون زمان بود که به دو علت، همچون مصدق هم حقوقدان بود و همچون مصدق مظلوم واقع شده بود، من انتخاب زندگیم رو کردم که حتما حقوق بخونم و حتما وکیل دادگستری بشم که بتونم از ستم دیده ها دفاع بکنم. و پدر من شدیداً مخالف بود، برای اینکه شاید میدونست که این مسیر من رو به یک زندگی دیگری خواهد برد. و به خاطر همینم چند سال بعد که من وارد دانشکده حقوق شدم که مقارن شد با تجدید فعالیت‌های سیاسی در چارچوب اون سازمانی که معروف بود به سازمان مصدقی ها، جبهه ملی دوم و اینها. من 7 سالی که در دانشگاه بودم، از در نیمه دومش 1139 که مقارن بود با تشکیل این فعالیت‌های، یعنی تجدید این فعالیت‌های سیاسی، خب منم اونجا مشغول فعالیت شدم. باز با وجودی که پدرم خیلی مخالف بود و پدرم هم یه پسر بیشتر نداشت و خیلی روی در حال آینده من، تحصیلات من واقعا اصرار داشت، توجه داشت. و خب زندان رفتن ها، درگیری ها و اینها باز بیشتر من رو در حال ایده‌ای که داشتم، میتونم بگم که نمیگم بگم تشویق کرد، ولی در حال تو اون مسیر من افتاده بودم. ولی به مرور چون بسیاری از، حالا نمیخوام بگم درگیری ها، ولی اختلاف نظرهایی که هم با کادر رهبری جبهه ملی ظرف اون 3-4 سال فعالیت سیاسی داشتم، با اینکه من جزو کادر به اصطلاح رهبری دانشجویی جبهه ملی بودم، و هم مسائلی که در جریان اون 3-4 سال فعالیت سیاسی میدیدم و بالاخره با تعطیل فعالیت‌های سیاسی در سالهای بخصوص بعد از 15 خرداد 1942 که کم و بیش با 1-2 سال فاصله مقارن شد با پایان تحصیلات دانشگاهی من و ورود به کانون وکلا به عنوان وکیل دادگستری،
خب یه 2-3 سالی من دیگه فعالیت سیاسی به اون صورت نداشتم و بیشتر فعالیتم محور فعالیت‌های حرفه‌ای بود تا 1147 که میشه 1968. همون چیزی که در فرانسه به عنوان می 1968 و انقلاب بزرگی که اونجا صورت گرفت، در زندگی من هم یه تحول بزرگی در همین سال اتفاق افتاد. اول اینکه در اردیبهشت سال 47 کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران تشکیل شد. اینم یکی از اون در حال برنامه‌های تبلیغاتی بود که شاه داشت که می‌خواست که از ایران و از رژیم خودش به عنوان رژیمی که در حال مترقیه و میخواد با مناسبات و روابط بین المللی همکاری داشته باشه با سازمان ملل. بنابراین وقتی که 2 سال پیش از اون مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که 1968 رو سال جهانی حقوق بشر اعلام کنه، به خصوص که 20مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، ایران کاندیدا شد که کنفرانس رو در تهران برگزار کنه. بنابراین خب ما برای اولین بار شنیدیم کنفرانس بین المللی، کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران. خب ولی وقتی فهمیدیم که کنفرانس ریاستش با اشرف پهلویه و نطق افتتاحیه‌اش رو شاه میکنه و از هر طریقی هم، به خصوص من چون همون موقع هم وکیل چند تا سفارت و از جمله سفارت فرانسه بودم و میدونستم که جزو دعوت شده ها رونی کاسن که خب شخصیت بزرگ حقوق بشری فرانسه بود و یک کسی که در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تأثیر و نقش بسزایی داشت، از اون طریق هم من سعی کردم یه کارت ورودی بگیرم برای فقط رفتن و نظارت بر جریان کنفرانس جهانی حقوق بشر و موفق نشدم. این واقعا مقدار زیادی من رو به خودم آورد که پس نتیجه این همه تبلیغات و این همه در حال صرف هزینه بودجه و اینها، این همه چیز نمایشیه. فباز در همون تقویم بخصوص 2 اتفاق بزرگ تو دنیا افتاد، دنیای 2 قطبی، 2 اردوگاهی، دنیای جنگ سرد. یکی ترور مارتین لوتر کینگ بود تو آمریکا، یکی اشغال چکسلواکی بود توسط شوروی و این اتفاق رو من رو به کلی از دنیای سیاست به در برد. یعنی نسبت به مقوله قدرت من دیگه از اون زمان در سنین جوانی 26-7 سالگی اصلا یه دید دیگه‌ای پیدا کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر این قدرت چه در حوزه ملی چه در حوزه بین المللی کنترل نشه، تبدیل به چه در حال اعجوبه‌ای میشه، تبدیل به چه افریطی میشه و چجوری میتونه دنیا رو و در حال روابط بین المللی رو یا یک کشوری رو دچار تغییر، آشوب، انقلاب و خب ببینید این اتفاقات بین المللی، کنفرانس جهانی تهران، همون زمان هم باز یه محاکمه مهمی توی که یکی از بزرگترین محاکمات سیاسی بعد از 28 مرداد بود، در ایران جریان داشت، در تهران جریان داشت، در دادگاه نظامی که ما وکلای دادگستری پامون به اون دادگاه نظامی بسته بود. محاکمه گروه جزنی بود. بیژن جزنی و بیشتر اعضای گروهش، حسن ظریفی، کلانتری، اینا در چارچوب جبهه ملی با ما فعالیت سیاسی میکردن. به خصوص با بیژن من خیلی دوست بودم و خب اینا رو گرفته بودند و شرایط بسیار سخت در دوران بازداشت و بعد محاکمه، بعد محاکمه غیر علنی پشت درهای بسته دادگاه نظامی. برای ما وکلای دادگستری هم امکان حتی حضور چه بشه دفاع نبود و با مشکلات زیادی ما فقط تونستیم یک به اصطلاح دادخواستی که تهیه شده بود توسط میهن جزنی، همسر بیژن جزنی، اون هم تو هتل چند تا از هیئت‌های نمایندگی به دست اونا برسونیم در ارتباط با این محاکمه. خب از همون زمانی که من دیگه تصمیمم گرفتم که برم دنبال یک در حال نهاد کنترل کننده قدرت و فعالیت‌های حقوق بشری
و خب با توجه به اینکه باز از 1-2 سال بود که اسم یک سازمان جدید و تأسیسی رو میشنیدم به اسم عفو بین الملل که در همون سالها در لندن آغاز به کار کرده بود و از طریق من چون از دوران نوجوانی با مطبوعات خارجی تماس داشتم و حتی آبونه بودم، بنابراین این خبر رو هم داشتم. یه 2-3 سالی من کوشش کردم، چون به خاطر فعالیت‌های دوره دانشجویی ممنوع خروج بودم، تا بالاخره در 1350 1971 پاسپورت گرفتم. اون هم زیر باز یه مقداری پوشش‌های پزشکی و البته بیمارم بودم، ولی خب در حال اون پزشکی دوستی که داشتم توی بهداری ارتش اون نوشت که حتی ممکنه این مثلا مشکوک به سرطان باشه. به هر حال یه پرونده‌ای درست شد که اون ممنوع خروجی رو ما تونستیم حلش کنیم بعد از تقریبا 1 سال درگیری و من تونستم بیام به خارج و از اولین سفرم تماس‌های من با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر آغاز شد، فقط برای اینکه من به اصطلاح مرکز خبررسانیشون باشم در ایران و در نهایت پنهانکاری، برای اینکه اگر که باز یادتون هست که همین سال مقارن با تشکیل و اعلام 2 سازمان چریکی در ایران و بالا رفتن جو فشار و اختناق و دستگیری ها و اینا، برای اگه فعالیت‌های من لو میرفت خود من هم سرنوشتی بهتر از اونها نداشتم. حتی همسر من در جریان این فعالیت‌ها نبود، چون بیشتر مواقع من چون کارم هم بیشتر در ارتباط با مسائل بین المللی بود در حرفه وکالتم، یعنی بیشتر مشتریای من موکلای من خارجی بودن، بنابراین هر سال 2-3 بار من سفر شغلی داشتم. از این سفرهای شغلی من استفاده می‌کردم برای تماس با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و رد و بدل کردن این اطلاعات و خب این فعالیت‌ها طی 5 سال در پنهانکاری مطلق بود. با وجود این هر سفری که من از خارج به ایران باز میگشتم واقعا در فاصله 1 ساعت رسیدن به فرودگاه مهرآباد همیشه این تشویش رو داشتم که نکنه با وجود تمام احتیاطهای من یه جای فعالیت‌های من رو مامورای ساواک فهمیده باشن و من رو دستگیر بکنن. شما توی بحثی که دیشب به زبان فرانسه داشتین عنوان کردین که در واقع کارتر با اون مسئله حقوق بشری که مطرح کرد چراغ سبزی داد به روشنفکران. در اون موردی که گفتیم مقدار بیشتر برام توضیح بدید. خب اون ببینید طی این سالهای 50 تا 55 یا 49 تا 55 واقعا شدیدترین دوران سرکوب و اختناق در ایران، اعدام‌های سیاسی، بعد اون کارهایی که خب مشهور بود و کارهای انقلابی، بنابراین میتونم بگم سخت‌ترین دوران پس از 28 مرداد بود از نظر سرکوب، از نظر تعداد زندانیان سیاسی. خب البته افراط هم میشد در دادن رقم ها، مثلا حتی تو خارج کنفدراسیون دانشجوها میگفتن 100,000 در ایران زندانی هست، ولی خب واقعا چند هزار زندانی در ایران بود. فشار بسیار شدید بود، شکنجه، بدرفتاری، تعداد زیادی در حال مواردی رو ما تونسته بودیم از طریق شهادت خود زندانی ها، چند نفر زیر شکنجه مردن. در حال یک چهره واقعا خشنی سرکوب پیدا کرده بود و کارتر، یعنی درست برخلاف سیاستی که حزب جمهوری خواه داشت، با یک تز جدیدی اومد، یعنی که یه اعاده حیثیتی برای آمریکا در عرصه بین‌المللی بشه. چیزی که من فکر میکنم اون زمان در دنیا مثل کشته شدن ندا در جریان تظاهرات 2 سال پیش به وجود آورد، اون زلزله، یک عکسی بود که من یادمه، فکر میکنم مال مجله تایم بود، که رئیس پلیس سایگون
که بعد حتی تلویزیون هم نشون دادن. پرابلمش گذاشته بود روی شقیقه یک ویتکونگی دستگیر شده بود و همونجا کشتش و این دیگه آخرین تیری بود که به حیثیت و اعتبار بین‌المللی آمریکا به عقیده من زده شد. بنابراین برای تجدید حیثیت و اعتبار آمریکا کارتر با یه همچین تزی مبارزه انتخاباتی شروع کرد. خب برای ما روشنفکرای ایرانی گفتیم این بدون تأثیر نیست. یعنی آمریکا وقتی میگه حقوق بشر نمیتونه بگه حقوق بشر فقط برای آمریکا یا برای کشورهای غربی. آمریکا با نفوذی که در ایران داره و روز به روز این نفوذ از 28 مرداد تا الان که حدود سالهای 55 54 55 هستیم بیشتر شده. تعداد مستشارهای آمریکایی در ایران، مسئله کاپیتولاسیون که اصلا رو در روی شخص خمینی بود با رژیم شاه، برای مسلم پایگاه‌های نظامی استراق سمعی که در تمام مرز ایران شد، در حال چیزهایی که از نظر استراتژیکی فوق‌العاده مهم بود و مشخص بود که نفوذ آمریکا به حدی است که اگر بخواهد به قول قوام سلطنه بگه کشتیبان را سیاستی دگر آمد، بتونه این موضوع رو به شاه تحمیل بکنه به همون صورتی کندی در سالهای 60 اون یکی دو سال اول دولتش تونسته بود به شاه تحمیل کنه که بالاخره شاه موضوع رو با انقلاب سفید به نفع خودش تموم کرد. ولی به هر حال یه همچین وضعیتی بود که در اون دوران شدید اختناق که روز به روز همون آزادی‌های محدود دهه 40 روز به روز اینا محدودتر شده. یعنی مثلا همون احزاب ساختگی میلیون و مردم یهویی شد حزب رستاخیز. یعنی رژیم شاه بعد از 23-4 سال تازه نه فقط فضا رو باز نکرد که بیشتر بس حتی حزبای دولتی رو هم تعطیل کرد. همون روزنامه‌ها و مجله‌هایی که خدمتتون گفتم تمام اینها رو یه حالت گلوبالیزیشن وجود آوردن که فقط دیگه یا تو مجلس، همون مجلسی که انتخاباتش هم ساختگی بود، هویدا میگه ما فقط در مقابل شاه مسئولیم. یعنی در مقابل، در صورتی که به موجب قانون اساسی مشروطه دولت در مقابل مجلس مسئول بود و شاه مقام غیر مسئول. تمام اینها در حال وضعیت به وجود آورده بود که همه در انتظار، نمیگم که دستی از غیب برون آید و کاری بکنه، در انتظار یه روزنه کوچیکی بودن که بلکه بشه از طریق اون روزنه یک نوری رو به برون تابوند. و اینجا بود که ما گفتیم نه، کارتر و سیاست کارتر نمیتونه بدون تأثیر توی کشورهای زیر نفوذش باشه. و از اوایل سال 55 اگه یادتون باشه، بخصوص دوست من اصغر آیس جوادی اون دوتا نامه معروفش رو نوشت خطاب به شاه و خب انعکاس عجیبی داشت این دوتا نامه. اون موقع نه این نامه ها جایی منتشر شد نه امکان انتشارش بود، فقط کاری که میشد کرد اینه که از طریق فتوکپی که میگفتن زیراکس، به خاطر اینکه اولین دستگاه فتوکپی که به ایران اومد مارک زیراکس بود و بنابراین میگفتن کم کم معروف شد به مطبوعات زیراکسی. یعنی مثلا تو دادگستری که ما بودیم، خب تو جیب هر کدومون یه 5-6 نفر وکیلی که سالها بود با هم یه گروه تشکیل دادیم، گروه وکلای پیشرو، برای همون خواسته هایی که مثلا حضور وکلا در دادگاه‌های نظامی هم یکی از خواسته های ما بود و اینا رو هر 2 سال یه بار که ما انتخابات کانون وکلا بود و واقعا انتخابات آزادی بود، یعنی لااقل ساواک در انتخابات کانون وکلا نمیتونست دخالت بکنه. خب اون موقع ما این خواسته ها رو مطرح می‌کردیم. خواسته های صنفی بود که صنفی حرفه‌ای بود که یه مقدارم جنبه سیاسی داشت. وقتی ما میگفتیم وکلای دادگستری در محاکمه‌های سیاسی شرکت کنن، دفاع کنن، خب مسلم در ارتباط با حرفه ما بود ولی عواقب و نتایج سیاسی هم داشت. بنابراین اینجوری این نامه‌ها پخش میشد و خب اتفاقی هم نیفتاد. یعنی معلوم شد که خب یه مقدار باید رژیم شاه پاسخگو باشه در مقابل حالا سفارت آمریکاست، وزارت خارجه آمریکاست، هر چی. یعنی این همون چیزی که شما میگید چراغ سبز. اون موقع این خیلی در حال
میتونم بگم که جنبه منفی داشت که پس اینا نشستن تا آمریکا چراغ سبز داد بعد اومدن به میدون. ولی واقعیت این بود، یعنی اگر روانشناسی اجتماعی هم غیر از این نیست، مگر اون کسایی که بخوان انقلاب بکنن و خب در حال سازمان بدن، ارگانیزاسیون بدن و بخوان تمام ماشین دولتی رو به قول لنین واژگون بکنن، نه همچین برنامه‌ای اصلا نبود. ما یه مقدار آزادی اجتماعی سیاسی می‌خواستیم که بتونیم فعالیتایی رو بکنیم و در یه همچین شرایط و اوضاع احوالی بود که رسیدیم به دوره نامه‌نگاری‌ها و کم کم مثلا آدم‌های سیاسی هم شروع کردن به شاهنامه نوشتن و خواستار اجرای قانون اساسی. یعنی سال 56 تمام سال 56 خواسته دیگه غیر از این در جامعه روشنفکر سیاسی ایران مطرح نیست. مثلا شب‌های شعری کانون نویسندگان در انستیتوی گوته گذاشت. چرا انستیتوی گوته؟ برای جای دیگه اجازه نمیدادن. حتی تو هتل‌ها که ما هر 2 سال یک بار برای برنامه‌های مبارزه انتخاباتیمون یه سالن می‌گرفتیم، دیگه اون اواخر اونم کار سختی شده بود. خب انستیتوی گوته یا انستیتوی فرهنگی بود، اینم کار نویسندگان هم تحریم شده بود و ممنوع شده بود. خب در درست یه همچین شرایطی خب من به فکرم رسید که شاید بشه کم کم یه فعالیت‌های حقوق بشری را که خب کاملا فعالیت‌های زیرزمینی بود، فقط در یک قسمت فعالیت‌های ما کم و بیش علنی بود و اون هم باز در ارتباط با حرفه وکالت. ما 2-3 تا وکیل بودیم که این قسمت کارمون رو با وجودی که خب یه مقداری حالا خطر به اون صورت نه، ولی ممکن بود کارمون به ساواک کشید. در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی علاوه بر ساواک و زندان و اینها یه قانونی هم وجود داشت به نام قانون امنیت اجتماعی و در هر شهری یک کمیسیون امنیت اجتماعی بود که خب مسلم زیر نفوذ ساواک بود با شرکت فرماندار و نمیدونم رئیس پلیس و اینها. و این کمیسیون امنیت اجتماعی تشکیل میشد و اشخاصی که در حال اخلال نظم کرده بودن اینا رو تبعید میکردن و بلافاصله هم اجرا میشد. خب و این اشخاص اگر میخواستن به اصطلاح اعتراض بکنن نسبت به این تصمیمی که یک مرجع اداری گرفته شده بود، این اعتراض میاد دادگستری، دیگه دادرسی ارتش نمیرفت. در مرحله تجدید نظر به اصطلاح اومد دادگستری و اونجا ما 2-3 تا وکیل بودیم که وکالت این کارا رو داشتیم و بعد از جریان 15 خرداد که خب قم هم خیلی شلوغ شده بود، هر سال حالا یا در سالگرد 15 خرداد یا در دیگه ای یه چند تا از این یا آخوندهایی که مثلا در ماه محرم یا ماه رمضان در وعظی که میکردن یه مقداری در حال حمله میکردن یا و اینها رو حالا چه قم بودن چه شهرهای دیگه و بیشتر در قم، یعنی در همون چارچوب حوزه علمیه و مراسم عزاداری و اینها رو تبعید میکردن و اینها اعتراض میکردن و ما میرفتیم داوطلبانه وکیل اینها میشدیم. من بودم، آقای احمد سعد آیس جوادی بود، یه 2-3 نفر دیگه الان اسامیشون یادم نیست و میرفتیم دادگستری و از اینا دفاع میکردیم. غیر از این چیز دیگه ای نبود. بنابراین خودمون میدونستیم که یه هسته یا تو کانون وکلا همچنین گفتم یه گروه وکلای پیشروی بودن که این گروه وکلای پیشرو خواسته هایی داشتن که این خواسته ها بیشتر باز جنبه سیاسی هم داشت. بنابراین ما میدونستیم که اگر یعنی جو مساعدی وجود داره برای اینکه این فعالیت ها رو اگر ما ریسکش رو قبول میکردیم، خطراتش رو قبول میکردیم، علنی بکنیم. به این صورت بود که کم کم فکر تشکیل یه جریان حقوق بشری به ذهن من رسید با 1-2 تا از دوستان و از جمله اصغر آیس جوادی و آقای نزی که اونم از وکلای دادگستری بود که در گروه وکلای پیشرو با ما بود مطرح کردیم و کم کم خب اونا هم با یه چند نفر دیگه مطرح کردن و فکر تشکیل انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در همین نیمه اول سال 56 به مرور تایید شد. اساسنامه‌اش رو من تنظیم کردم و بعد اعلامی خود با توجه به اینکه گفتم ما دنبال یک پشتیبانی جامعه ملی هم بودیم،
قرار شد که اعلامش رو هم، یعنی اعلام تأسیس جمعیت رو هم با یک نامه سرگشاده به والدهایم دبیرکل سازمان ملل اعلام بکنیم. البته واقعی قضیه اینی که ما الان یعنی در حدود مهر آبان 56 هستیم که همون شب‌های شعر کانون نویسندگان و اینها هم هست. خب دیگه اون موقع خودمون هم آماده کرده بودیم برای زندان رفتن، یعنی برامون مسلم شده بود، با اینکه دولت آموزگار بود، بعد از 13 سال دوران دولت بسته هویدا که مسلم زیر مدیریت مستقیم شاه بود. خب آموزگار اگه یادتونه با شعار باز کردن فضای سیاسی به وجود شروع کرده بود و دانشگاه هم شلوغ بود، تظاهرات زیاد بود و دستگیری ها زیاد بود و برای اولین بار این دستگیری ها هم یعنی محاکمات رو هم آورده بودن به دادگستری. اونجا هم خیلی فعال بودیم. بنابراین کم و بیش چون میدونستیم ساواک هم در وهله اول دست توش کسایی خواهد گذاشت، درسته جزو این 29 نفر رهبرای سیاسی هم بودن مثل مهندس بازرگان، مثل دکتر سنجابی، ولی خب میدونستن که آتیش رو کیا دارن به مرور برپا میکنن. بنابراین واقعا من یادم یه جلسه تو دفترم گذاشتم با همکارام که چند تا همکاری که از خود منم جوان‌تر بودن، گفتم اگه برای ما اتفاقی افتاد در حال سعی کنید که دفتر کارش ادامه پیدا کنه. من 2 تا بچه کوچیک داشتم، وضع زندگی ما مختل نشه. با این در حال پیش بینی ما نامه تشکیل جمعیت رو منتشر کردیم با همون محدوده‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی به صورت زیراکسی و خب 2 ماه بعد هم در دی ماه 56 تصمیم گرفتیم. اتفاقی نیفتاد، یعنی هیچ کدوم از ما رو احضار هم نکرد ساواک. تصمیم گرفتیم که یک کنفرانس مطبوعاتی بذاریم و خب برای رسانه‌های خبری هم این موضوع رو علنی بکنیم و این کنفرانس مطبوعاتی رو با توجه به اینکه هنوز جا نداشتیم و یک فضایی در حال می‌خواستیم، تصمیم گرفتیم که خونه یکی از پایه‌گذاران جمعیت، خونه دکتر سنجابی، دکتر کریم سنجابی، خونه بزرگی بود در شمال تهران و خب میتونم بگم بیشتر از 100 خبرنگار حضور داشت و بیشتر سوال‌ها رو هم اونا می‌کردن، مثلا خبرنگارای خارجی، چون موقع میدونید خبرنگار زیاد بود، به خصوص که هنوز صحبت انقلاب نبود و به این صورت جمعیت کارش رو آغاز کرد و خب کم کم ما رفتیم به طرف تقویم انقلاب دیگه. یعنی در این اتفاق درست 1 سال قبل از انقلاب و سقوط رژیم شاه بود. نگاه شما به انقلاب چطور بود؟ حوادث کمی بعد از انقلاب یا جریان انقلاب نگاه شما چه بود؟ همچون که خدمتتون گفتم در میتونم بگم 10 ماه اول سال 56 فعالیت‌ها که در ابتدا فعالیت‌های متفرق بود و به مرور تبدیل می‌شد به یه فعالیت‌هایی که حالا نمیخوام بگم یک سازماندهی واحدی داشت، ولی شبکه‌های فعالی که وجود داشت اینها یک خواسته داشتن، اون چیزایی که در ارتباط با ما بود. یعنی ما نمی‌دونستیم اون زمان مثلا در گروه‌های مذهبی چی می‌گذره یا در بخشی از بازار چه فعالیت‌هایی هست، ولی اون چیزایی که در حوزه فعالیت‌های روشنفکری اجتماعی سیاسی بود چند نمونهش خدمتتون گفتم. واقعا خواسته مشترک این بود که شاه سلطنت کنه نه حکومت، قانون اساسی اجرا بشه، کم کم مثلا خواست آزادی زندانیان سیاسی، گفتم رقم یه چیزی بود بین 2-3 هزار نفر به طور قطع، شاید هم بیشتر. اینو از این نظر میگم برای اینکه از آخر نیمه اول سال 57 که دولت شریف ما می اومد، اولین تماسی که با ما گرفتن هم با جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، هم جمعیت حقوقدانان ایران که اون جمعیت رو هم ما با یه عده دیگه از حقوقدانها، از وکلای دادگستری در سال 56 کم و بیش همزمان با
جمعیت حقوق بشر تشکیل داده بودیم، تماس با این دو جمعیت برای گفتگو و شاید 2-3 روز از، یعنی قبل از 17 شهریور بود، 2-3 روز از پس از تشکیل دولت شریف امامی. خب برای اولین بار ما رفتیم دور یه میز گرد توی دفتر وزیر دادگستری، فکر می‌کنم باهری بود، نشسته و این اولین تماس جامعه مدنی ایران بعد از 28 مرداد با حکومت شاه بود. یعنی یک طرف نمایندگان دو جمعیت، جمعیت بین‌المللی، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوقدانان ایران و کانون وکلا که کم کم کانون وکلا فعال میشد، و طرف دیگه وزیر دادگستری، معاونای دادگستری، رئیس دادرسی ارتش و دادستان ارتش. خب این برای ما میتونم بگم مثلا 1 سال فعالیت. موضوع بحث اول این که چرا پای وکلای دادگستری به دادگاه‌های نظامی باز نمیشه. دوم آزادی زندانیان سیاسی. آزادی زندانیان سیاسی رو هم شروع کرده بودن کم کم. برای اولین ما شروع کردیم لیست گرفتن و لیست دادن، چون همزمان برای جمعیت حقوق بشر هم محل گرفتیم و جا گرفتیم و فعالیتامون کم و بیش علنی میشد و روزنامه هم شروع کرده بودن چه در ارتباط با محاکمه‌ای که دادگستری انجام میشد و بیشتر وکلا رو جمعیت حقوقدانان میفرستاد و خود من خیلی فعال بودم، چه در ارتباط با مصاحبه‌هایی که ما میکردیم. کم کم در پیش از همون نیمه اول شهریور روزنامه‌ها شروع کردن اسم ما رو بردن و مصاحبه‌ها رو منعکس کردن و چون متاسفانه سیاست سرکوب هم شروع شده بود، حمله‌هایی که به ما میشد، بمبگذاری تو دفتر وکالت من، توی خونه بعضی از سران جمعیت، آدمربایی‌ها، تهدیدها، اینا تمام کم و بیش تو روزنامه‌ها در فاصله فروردین تا شهریور 57 به صورت سربسته به نقل از BBC مثلا، که BBC دیشب گفت که عبدالکریم لایجی رو مثلا شدیداً مضروب کردند یا مثلا دفتر وکالتش رو بمب گذاشتن، به این صورت اول اعلام می‌کردن. خب یعنی به مرور جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی رو رژیم به رسمیت شناخت، یعنی با اینها وارد گفتگو و دیالوگ شد. ولی تا اون زمان خواسته ها غیر از این نبود. یعنی و رهبری سیاسی هم که اون زمان مثلا در چارچوب جبهه ملی نهضت آزادی که اونها هم به مرور اعلامیه میدادن، هرگز صحبت نه رفتن شاه نه واژگونی رژیم سلطنت مشروطه است. نه. و خب اینجا دو اتفاق میفته. یکی در فکر میکنم دی ماه 56 اون مقاله کذایی روزنامه اطلاعات که به دستور شخص شاه الان دیگه تمام اسناد و مدارکش هست و خود مسئولای رژیم شاه گفتن دیگه، وزرای اون زمان مثل داریوش قماری دیگر، با یه اسم مستعاری به صورت خیلی توهین‌آمیز درباره خمینی منتشر میشه و خب خود این یه ولوله‌ای رو در حوزه علمیه و قوم به وجود میاره و بعد عکس‌العمل بسیار احمقانه دولت. یعنی وقتی که تظاهرات میشه اونها، خب میدونید دیگه حمله میکنن، مردم مرسه فیضیه رو یه چند نفری میکشن و بعد مردم پناه میبرن به خونه شریعت مداری. شریعت مداری فوق العاده آدم معتدلیه و اصلا درست در جناح مقابل خمینی و او هم همیشه نامه‌هایی که می‌نویسه حالت نصیحت و تو خونه شریعت مداری به خونه ببینید خونه یه مرجع مذهبی حالت بست رو داره. مردم میتونید مردم میرفتن بست میشستن. تو انقلاب مشروطه مردم اول رفتن حضرت عبدالعظیم دیگه، بعد نشستن، بعد رفتن سفارت انگلیس. یعنی یه محل‌هایی هستش که یک حاله‌ای از حالت مقدس قدسی بودن و مقدس بودن و تقدیس هست دیگه. حالا چرا اون من وارد دلایلش نمیشم. یعنی خونه مرجع تقدیس رفتن، پلیس، کماندو و اونجا هم آدم کشتن. یعنی این حماقت‌ها به مرور صورت مسئله رو عوض میکنه. اولا اون عناصر مذهبی، گروه‌های مذهبی که میگن ما اصلا نمیشناختیم،
که تعدادشون هم به مرور در جریان سال 55 56 از زندان آزاد میشه. آدمایی مثل حاج مهدی عراقی، اسکراولادی، کروبی، همین آقای کروبی، اینها تا اونجا که یادمه یک مراسم دعایی در 4 آبان سال 55 تو زندان قصر بود و اینها تو شرکت کردن. معلوم بود که در حال با ساواک به توافق رسیدن. چهره‌های شناخته شده اینا بودن. کسای دیگه هم بودن، آقای محی الدین انواری. خب اون موقع واقعا یه دوش آب سردی بود برای چه زندانیایی که حاضر نبودن در داخل چه در بیرون، برای ماها که چون برای اولین بار تلویزیون این مراسم نشون داد و چند شب مرتب پخش می‌کردن و بعد اینا آزاد شدن. یه دیگه هم کسایی که دوره زندانشون تمام میشد آزاد میشدن. البته بعد از انقلاب اینا گفتن که امام با ما دستور داد که ما این کارو بکنیم و بیایم بیرون و شروع کنیم به سازماندهی. کم کم اینا خب وارد فعالیت‌های سیاسی شدن بعد از جریان انتشار این روزنامه و به خصوص عکس‌العمل بسیار واقعا ساده لوحانه پلیس شاه و ساواک و بعد اون مراسم چله گذاری ها، چله شهدای قم در یزد، در تبریز، چله شهدای تبریز در یزد و همین یعنی به مرور اکتورهای فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، اکتورهای جدیدی هم به میدون اومدن و حتی مراجع معتدل محافظه‌کاری مثل شریعت مداری اونها هم به میدون اومدن، ولی با صحبت رفتن شاه نیست و کم کم هی به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه دیگه این فعالیت ها. به قم میره، بعد همونجوری گفتم به تبریز میره، به یزد میره، به اصفهان میره، به کرمان میره. اعلام حکومت نظامی در تابستون 57 در اصفهان، اونجا هم درگیری زیاده. داستان سینمارکس آبادان که اون موقع هر اتفاقی میافتاد، این یکی از ویژگی‌های رژیم بسته است، هر اتفاقی در ایران میافتاد میگفتن ساواک، صمد بهرنگی رو ساواک کشته، تختی رو ساواک کشته، تمام این مسائل هم هست دیگه. بنابراین خب این شرایط هم هست تا داستان 17 شهریور. 17 شهریور و خونریزی که میشه و به خصوص نبودن خبر و شایعاتی که وجود داره که چند هزار نفر تو میدون ژاله کشته شدن، از اون زمانی که صورت مسئله عوض میشه و ما میریم به یک به اصطلاح دورانی که دیگه صحبت رفتن شاه و انقلاب هست. یعنی ما وارد در حال گذار انقلابی از 17 شهریور تا 22 بهمن، یعنی در فاصله 5 ماه میشیم. میتونید لطفا مروری داشته باشید در مورد حوادثی که قبل از انقلاب رخ داد و حرکت‌ها و فعالیت‌هایی که در اون موارد داشت؟ ببینید، از آغاز سال 57 ما فهمیدیم که متاسفانه رژیم شاه بیشتر در پی تهدید و درگیری است تا اینکه بخواد به یک صورتی واقعا وارد گفتگو بشه و به اون ادعایی که میکردن که میخوام فضای سیاسی رو باز کنیم واقعا پاسخ مثبت بده. به خاطر همینم گفتم حالا در یه دوران کوتاه دولت شریف امامی با ما گفتگو میکردن، ولی از فروردین مواردش رو گفتم، بمبگذاری، تهدید، تلفن‌های تهدیدآمیز بسیار زننده زشت به خونه‌های ما، حتی نسبت به بچه‌های ما که میدونیم مرسه اینا کجاست، همه جور تهدیدها هست در نیمه اول سال 56. از روز 17 شهریور هم همین وضعیت هست. به مجردی که ساعت 6 صبح اعلامیه فرماندار نظامی هست، به خونه یه تعدادی از ما میریزن. خوشبختانه من خونه نبودم، ولی مهندس بازرگان رو میگیرن، یه چند نفر دیگه دستگیر میشن و از این زمان ما وارد دوران کم و بیش نیمه مخفی میشیم. یعنی دیگه خونه هامون نیستیم، جلسات جمعیت رو سعی میکنیم جاهای دیگه بگذاریم، یه چند نفری میرن زندان میان بیرون و خب ما هم حضور داریم تو جامعه، تو حوادث، و هم سعی میکنیم که گیر
سواد نیفتیم. به خصوص در دوران دولت ازهری که همش صحبت در حال کودتا هست، ممکنه کودتا بشه، ممکنه، یعنی واقع قضیه ما آمادگی همه چی رو داریم کم و بیش که حتی ممکنه مثلا جونمون هم از دست بدیم. نمیگم داوطلب بودیم، ولی خب شرایط طوری روز به روز رادیکالیزه میشه، شدید میشه که کم و بیش همه میبینیم که به طرف دوران سخت و بدی میریم. و در یه همچین موقعیتی هست که یک روزی در جلسه شورای جمعیت ما تصمیم میگیریم که روز 10 دسامبر که سالگرد هم اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، هم تأسیس جمعیت، یه راهپیمایی بذاریم. و اون روز اصلا تقویم نگاه نمی‌کنیم که اون روز تاسوعاست. و این تصمیم شورای جمعیت حقوق بشر میگیره. مسیر راهپیمایی هم تعیین میکنیم. محل جمعیت تو خیابون قدیم شمرون نزدیک حسینیه ارشاد. این از این نظر میگم برای اینکه جای حسینیه ارشاد رو همتون میشناسید. پشت اون یه کوچه است، تو اون کوچه محل جمعیته. مثلا اتفاقی که در همین شهریور 57 میفته اینی که محل جمعیت مورد دستبرد قرار میگیره. برای دوستایی که میان تو محل جمعیت فقط ماشین‌های تحریر و یه دستگاه فتوکپی ما رو می‌دزدن، به چیزای دیگه کار ندارن. فردای اون روز، هم روزهای اول شهر، یعنی قبل از 17 شهریور، فردای اون روز من مصاحبه میکنم با کیهان درباره این دزدی. تا 24 ساعت نمیشه که 4 تا دستگاه فتوکپی و چند تا ماشین تحریر مجانی میان میذارن جلوی کی میذاره ما نمیدونیم ما. یعنی میخوام بگم استقبال عمومی اینجوری است از جمعیت حقوق بشر. بنابراین خب ما می‌بینیم که بخشی از مردم پشت ما و پیام ما رو میشنون. خب به این صورتی که ما جاهای دیگه‌ای هم برای تشکیل جلساتمون داریم که اونجاها نگذاریم فعالیت‌های جمعیت تعطیل بشه. هر اتفاقی میفته، هر درگیری که میشه، فوراً ما عکس العمل نشون میدیم، نامه اعتراضی می‌نویسیم به فرماندار نظامی، به رئیس دولت. چند در درگیری‌های اتفاقاتی که میفته در اصفهان، در کرمان، آتش سوزی مسجد کرمان، اینا ما هیئت تحقیق میفرستیم. البته کسایی میفرستیم که در به اصطلاح صف اول ضربه نیستن، یعنی چه، ولی خود من بعد از اتفاقاتی که در مشهد افتاد زمان ازهری و یادتونه اونجا یه چند نفری رو که پناه برده بودن به بیمارستان رضا شاه اونجا کشتن، من خودم برای تحقیق رفتم به مشهد. توی هیئتی که من رفتم 2 تا مثلا خبرنگار خارجی هم با خودمون برده. یعنی یه مقداری در حال خطرها رو میپذیرفتیم، ولی جمعیت، هر دو جمعیت، هم جمعیت حقوقدانا و هم جمعیت حقوق بشر، فوق العاده فعال بودن و به این صورت ما وارد دوران انقلاب شدیم و 10 روز قبل از برگزاری مراسم، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، مسیر راهپیمایی رو ما گذاشته بودیم از جلوی جمعیت حقوق بشر تا دادگستری. چرا دادگستری؟ برای که ما در الان حدود مثلا ماهای اواخر آبان اوایل آذر هستیم که دولت ازهری هم کم و بیش دیگه نشون داده که برخلاف اون چهره خشنی که میخواد خودش بده، نمیتونه جنبش رو، انقلاب رو یا چرخ انقلاب رو در حال پنچر بکنه. این بود که کم کم ترسا ریخته بود و خانواده‌های زندانیان سیاسی که هنوز زندان بودن توی دادگستری می اومدن متعصب می شدن. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که راهپیمایی از جلوی جمعیت حقوق بشر باشه تا دادگستری، تا میرسیم به 10 روز، یعنی اوایل ماه دسامبر، که آقای طالقانی از زندان آزاد میشه. من زمان وکیل آقای طالقانی بودم، برای اینکه در محکومیتایی که از دادگاه نظامی میومد مرحله فرجامش میومد به دادگستری. درسته هرگز دیوان عالی کشور به این پرونده ها رسیدگی نمی‌کرد، ولی وقتی که آقای طالقانی در دادگاه نظامی محکوم شد، ما 3 نفر بودیم که وکالت ایشون رو پذیرفتیم، آقای احمد صدر آیسر جوادی، آقای نزیح و من. خب آقای طالقانی وقتی آزاد شد ما رفتیم به دیدنش. خب با خصوص که دوران زندان دوره دانشجویی من این مدتی با خود آقای طالقانی هم
زندان بودم و خیلی به من علاقه داشت. فردای اون روز آقای طالقانی من تلفن کرد و راجع به این روز راهپیمایی از من سوال کرد. گفت مگه شما توجه ندارید که این روز مصادف روز تاسوعا است؟ گفتم ولی ما تا حالا نمی‌دونستیم چند روزی است. گفت شما میدونید که روز تاسوعا خب دسته‌های عزاداری زیاد و اینها، چرا نمیاد این اون دسته‌ها و این راهپیمایی رو همه رو یک کاسه بکنید؟ و گفتم خب میشه. این واقعا حرفی بود که طالقانی زد که میشه دسته‌های عزاداری رو هم تبدیل کرد به یک راهپیمایی بزرگ، به یک تظاهرات بزرگ. خب با توجه به اینکه سخنگوی جمعیت من بودم و اصولا مسئول جمعیت حقوق بشر من بودم، گفتم که چرا که نه. و روی همین معلوم بود که در حال یه گروه‌هایی هم با آقای طالقانی تماس گرفتن. یک هیئت تدارک تشکیل شد برای برگزاری مراسم راهپیمایی. خود آقای طالقانی هم یه اعلامیه داد که الان توی کتاب‌های راجع به انقلاب ایران این اعلامیه هست که اونجا میگه که راهپیمایی روز تاسوعا توی پرانتز روز حقوق بشر. این اعلامیه آقای طالقانی است و مسیر رو هم خودش تعیین میکنه. میگه از جلوی خونه من، خونهش پیش شمرون بود، خیابون تونکامون، تا میدون شهیاد. هنوز اسمش میدون شهیاده دیگه، شاید هم کم کم اسمش شد میدون آزادی. برای این مسیر رو هم آقای طالقانی تو همون اعلامیه تعیین میکنه. و بعد عصر اون روز یا فردای اون روز ما چون کم و بیش، یعنی خودم رو میگم، نیمه مخفی زندگی میکنیم توی خونه یک که اون خونه هم نزدیکای دفتر حقوق بشر و حسینیه ارشاد بود. یه خونه یک کسی ما رو دعوت کردن و اون هیئت تدارک برنامه راهپیمایی. و خیلی جالبه ترکیب این هیئت. 2 نفر از روحانیون بودن، آقای رفسنجانی و آقای موسوی اردبیلی. 2 نفر از بازار بودن، آقای عسکرولادی و آقای مهدی عراقی. 1 نفر از گروه‌های سیاسی بودن، عزت الله صحابی و من نماینده حقوق بشر. یعنی شما ببینید که در حال تناسب قوا زیاد به نفع ما نیست از همون موقع. تا هنوز ما نمیدونیم که پشت اینها چقدر نیرو هست و اینا برنامهشون چیه. بنابراین این هیئت تشکیل شده برای تدارک تظاهرات روز تاسوعا، روز حقوق بشر. خب و اول صحبت به اصطلاح چگونگی تدارکاته که اون 2 نفر بازار همه مسئولیت‌ها رو میپذیرن. معلومه که اونها سازماندهیشون هم ما دیدیم در جریان نماز عید فطر و تظاهرات فردای اون روز که رفتن به طرف میدون آزادی و خب متاسفانه روز بعدش هم که 17 شهریور بود و اینها. ولی برای میدونستیم که اینا یک سازماندهی دارن، یعنی که اونها گذاشتیم. تنها چیزی که یه خورده بین ما درگیری به وجود آورد مسئله شعارها بود که چه شعارهایی رو باید انتخاب کرد. من علنی گفتم که روز حقوق بشره و این تنها شعار ما آزادی زندانیان سیاسی. آقای رفسنجانی شروع کرد که نه آقا اینجا مسئله کم کم آقای خمینی هم اومده بود به نفت و شتو و مسئله رفتن شاه مطرح بود و مسئله در حال حکومت اسلامی و اینها. خب اونها مقدار شعارهای آورده بودن و یه بحثی بین ما در گرفت، یعنی بین من و آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی چیزی که به من گفت خیلی جالب از نظر تاریخی، من شاید تو 1-2 تا مصاحبه هم گفتم، رو کرد به من گفت آقای دکتر ما نمیذاریم که جریان مشروطیت 2 مرتبه تکرار بشه. توی مشروطیت علما بودن که انقلاب کردن، روشنفکرها بودن که قدرت گرفتن. این دفعه ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. من گفتم من اصلا شما طرف گفتگو مذاکره ما نیستید. موضوع این است که ما از 2 ماه پیش تصمیم گرفتیم راهپیمایی رو انجام بدیم. 3 روز پیش آقای طالقانی با ما تماس گرفته، پیشنهادی بود که آقای طالقانی کرد و این هیئت هم منتخب در حال گروه‌هایی است که هم تو شما توش هستید هم دیگران. و این روز حقوق بشره و به طور سنتی ما میدونیم که فردای اون روز عاشورا هم تظاهرات، راهپیمایی‌ها، سینه زنی‌ها، دستای شما فردا هر کاری میخواد بکنید، ولی امروز روز حقوق بشره و این تصمیم ما گرفتیم
توی اعلامیه آقای طالقانی هم نوشته روز حقوق بشر. روز حقوق بشر شعاری غیر از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی نباید داده بشه. خب عزت صاحبی هم گفته‌های من تایید کرد، اونم نماینده در حال گروه‌های سیاسی بود، به خصوص نهضت آزادی. شاید هم آقایون دیدن که در حال در تون صحبت من طوری بود که مجبور بودن یه خورده در حال کوتاه بیان، بنابراین ولی گفت و من گفتم فردا ما در تظاهرات یا راهپیمایی یا در حال گروه‌های از ما فرداش نقشی نخواهیم داشت، حتی شاید شرکت هم نکنیم، ولی امروز از 2 ماه پیش این راهپیمایی بود که ما باید می‌گذاشتیم. خب بنابراین اون روز واقعا تظاهرات شعاری غیر از این شعارها نبود و شاید مثلا این مقدار تصویر زندانیان سیاسی اینا هم حتما بود ولی شعاری نبود. ولی خب فرداش که دیگه تظاهرات عاشورا بود و بعد اون قطعنامه‌ای که درست 1 ماه قبل از انقلاب دیگه فکر می‌کنم آقای بهشتی قطعنامه رو خوند و برای اولین بار اسم یعنی جمهوری اسلامی آورده شد. اینه که از اون زمان خب ما وارد یک دوران دیگه شدیم تا انقلاب که بالاخره دیدیم که چه اتفاق بزرگی صورت گرفت. چه زمانی از ایران مهاجرت کردیم و در اون سالهای پس از مهاجرت آیا این مهاجرت تأثیری در نگاه شما مقوله حقوق بشر گذاشت و اگر گذاشت این نگاه چگونه بود؟ من درست 28 اسفند 1160 از ایران خارج شدم و روز 20 فروردین 1361 وارد پاریس شدم. از نظر شخصی میتونم بگم بزرگترین شوک زندگی من بود. یعنی من به خصوص در سال 57 بدون اینکه داوطلب باشم بارها و بارها فکر کرده بودم که ممکنه در جریان اون تحولات که بعداً اسم انقلاب گرفت حتی ما کشته بشیم، جونمون هم از دست بدیم یا مثلا به یک محکومیت سنگین حبس و اینا. ولی هرگز من در زندگی نه فکر زندگی مخفی کرده بودم و نه فکر فرار از ایران. و بعد از 4 شب راهپیمایی در شرایطی بسیار سخت و در سرمای نمیدونم زیر چند درجه صفر کوهستان‌های مرز ایران و ترکیه، وقتی اون کسی که به اصطلاح من رو و چند نفر دیگر رو ما رو به اصطلاح بلد ما بود و فکر میکرد من یه تاجر بازار هستم، یه مقدارم در حال در اثر 10 ماه زندگی مخفی قیافم رو هم تغییر داده بودم و به خصوص سیبیل نداشتم. وقتی به من گفت که ما دیگه وارد از ایران رفتیم بیرون و وارد خاک ترکیه شدیم، من میتونم بگم که یکی از شدیدترین گریه های زندگی من اون شب اتفاق افتاد. یعنی شوک انقدر برای من عظیم بود که هنوزم که 30 سال از اون دوران کم و بیش میگذره، من الانم که دارم با شما صحبت میکنم به حالت طبیعی ندارم، به خاطر اینکه از دوران بچگی و در تربیتی که پدرم به من داده بود فرار همیشه یک کار ناشایستی بود. هم گفتن که دزده که فرار میکنه، مجرمه که فرار میکنه. و منی که گفتم لااقل 30 سال زندگیم رو بدون اینکه خودم مثل پازل بخوام تمام این تیکه هاش رو ترسیم بکنم، شاید یه مقدار زیادی تصادف بود، تصادفایی که ما رو کشیده بود به این نوع زندگی سیاسی اجتماعی، یه مقدارم خودم خواسته بودم که براتون گفتم. فکر نمی‌کردم کاری کرده باشم که سزاش فرار از کشورم و اون هم به صورت فرار و نه عزیمت، نه مسافرت، نه و ترک تمام خانواده‌ام، زندگیم، حرفه‌ای که گفتم از سن 12 سالگی من انتخاب کرده بودم و واقعا دوستش داشتم و وارد یک دوران و یک زندگی دیگه شدن که هیچ تصویری از اون نداشتم. این اولا بزرگترین شوکی بود که بر شخص من وارد شد. و بعد وقتی که بعد از 3 هفته به فرانسه رسیدم و بعد از خب 3
فوق العاده من نظر جسمی اون 10 ماه زندگی مخفی من بیمار بودم. بعد از چند ماهی که خب در انتظار رسیدن خانواده‌ام بودم می‌رسیدم اونها هم از همون مسیر باید برن، اونها ناگزیر از فرار باید بشن، به خصوص که تمام زندگی ما رو هم توقیف کرده بودن و اونها هم در ایران در حالت نیمه مخفی بودند. خب مسلم بود که من اون موقع میدونید پاریس مرکز اپوزیسیون بود و من تصمیمم رو گرفته بودم که به مجردی که خانواده‌ام اومدن کار من ادامه فعالیت‌های ایران هم باشه. هیچ تردیدی من نداشتم که اون فعالیت‌ها به هر بهایی که برای من تمام بشه باید در خارج از ایران ادامه پیدا بکنه. بنابراین به مجردی که خانواده من اومدن، بچه‌هام رو اسمشون رو تو مدرسه نوشتم، 2 برنامه من داشتم. اول اینکه یه کاری پیدا کنم که بتونم از نظر اقتصادی، البته با محدود کردن زندگی، خودم متکفل مخارج خودم باشم، یعنی به هیچ کسی وابسته نباشم از نظر اقتصادی. دومی که فعالیت‌های حقوق بشری می ادامه بدم و این هدف هم اولیش با 2 سال جستجو و مصاحبه و امتحان و اینها بالاخره تونستم یه کاری پیدا بکنم، ولی دومیش بیشتر از 1 سال طول نکشید و خوشبختانه یه گروهی رو در پاریس پیدا کردیم و بعدم در شهرهای دیگه، در آلمان، در برلین، در وین، و تونستیم فعالیت‌های جامعه حقوق بشر رو درست 1 سال، حتی شاید کمتر از 1 سال پس از ورود من به پاریس آغاز کنیم و علنی کنیم. به هیچ وجه من فهمیدم که خب برای به خصوص که اون زمان حقوق بشر در ایران فوق‌العاده مورد حمله دستگاه بود دیگه، به عنوان مقوله غربی و ما رو به عنوان مامورای آمریکا و سیا و اونها که متاسفانه بخش بزرگی از اپوزیسیون چپ هم در این تقسیم بندی و در این حملاتی که به ما میشد سهیم بودن. ولی خب برای من مسلم شد که برای آینده ایران هیچ راه دیگه به غیر از این که مسئله حقوق بشر به جامعه ایران شناخته بشه و چه از نظر فرهنگی چه از نظر سیاسی یک پذیرش عامی بر محور فکر حقوق بشر چه در حکومت چه در اپوزیسیون به وجود بیاد، که ما فکر میکردیم که هنوز واقعا مردم، نه فقط مردم، گروه‌های سیاسی اصلا نمیدونن که ضرورت حقوق بشر یعنی چی. یعنی اینکه بدون وجود یک حداقل‌های اجتماعی در حوزه حقوق و آزادی‌ها هیچ تحول سیاسی اجتماعی در آینده ایران امکان پذیر نیست. بنابراین مسلمه که ما این کار رو دیگه بیشتر در حوزه فرهنگی شروع کردیم برای معرفی حقوق بشر از طریق انتشاراتی که می‌دیدیم و مصاحبه‌هایی که در حال با رسانه‌های خارجی میشد، به خصوص BBC، برای معرفی حقوق بشر و بعدم در ارتباط با در حال مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران و اون اتفاقاتی که متاسفانه به صورت بسیار شدیدی در دهه 60 در ایران صورت می‌گرفت. آقای لاهیجی خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و میهمان ما بودید. منم از شما سپاسگزارم.